مولانای بلخی میگه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. این انسان چگونه انسان است؟ این انسان امو افراد است که در حقیقت زنده هستند و حیات دارند. یک شیخ میگه یک انسان زنده دل و صاحب وجدان آگاه چراغ به دست خود گرفت. این چراغ معرفت است. چراغ به دست خود گرفت، سرگردان میپولی. کی را میپولی؟ دنبال کی هستی؟ وی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دی و دد ملولم و انسانم. خسته شدیم از این دی و دد، از این درویی و تزویر، از این نفاق، از این جنگ و کشتار، از این به اصطلاح دود و خون پاره و انتحار. ما خسته شدیم. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دی و دد